رویت رو که باز میکنیم اولین چیزی که مشاهده میکنیم این صفحه است. اسم این صفحه هوم اسکرینه. به فارسی میتونیم بگیم صفحه اصلی یا صفحه خانه. سمت چپ این صفحه چند تا دکمه هست با تقسیم بندی مادلز و فامیلیز. دقیقاً مبتنی بر دو محیط مجزایی که توی رویت هست. محیط مادل محیطیه که داخلش میتونیم یک پروژه رو باز بکنیم، اوپن بکنیم یا به صورت نیو بزنیم و یک پروژه رو شروع بکنیم و این پروژه شامل مدل سازی کامل یک ساختمانه. اما توی محیط فامیلی ما میتونیم فامیلی ها رو باز بکنیم یا فامیلی ها رو ایجاد بکنیم. فامیلی ها چی هستن؟ کلی اجزایی که توی ساختمون استفاده میکنیم، مثل مبلمان، مثل در، پنجره، اینا رو میتونیم به صورت مجزا توی محیط فامیلی با ابزارهایی که داره بسازیم و بعد وارد محیط پروژه بکنیم. این پایین 3 تا تب داریم که هر کدومش رو کلیک بکنیم سمت راست تصویر تغییر میکنه. الان روی به صورت پیشفرض روی ریسنت فایلز هست. بیایم پایین روی اتودسک داکس و مای اینسایت میبینیم که سمت راست کامل تغییر میکنه. مال وقتیه که حالا ما اکانتی داخل اتودسک داریم یا میتونیم از فضای ابری اتودسک استفاده بکنیم و در حالت پیشفرض که روی ریسنت فایلز هست و فایل های اخیر رو نمایش میده. یعنی فایل هایی که اخیراً روشون کار کردیم، چه فایل هایی که توی محیط مدل بودن، چه فایل هایی که توی محیط فامیلی بودن. الان که من برای اولین بار رویت رو باز کردم چون تازه نصبش کردم برای ضبط این ویدیو، فقط اون سمپل هایی که به صورت پیشفرض وجود داره رو به من نشون میده. اولین پروژه‌ای رو که باز بکنم و ببندمش، بار دیگه که رویت رو باز بکنم اون پروژه رو اینجا به عنوان اولین پروژه اخیری که روش کار کردم اینجا به من نمایش میده. یکی از اینها رو به دلخواه انتخاب میکنم و وارد محیط اون پروژه میشم. حالا که وارد این پروژه شدم همچنان میتونم به اون صفحه اصلی، صفحه خانه یا همون هوم اسکرین دسترسی داشته باشم. به چه صورت؟ اینجا یه آیکون هست که نوشته هوم، شورتکاتش هم هست کنترل دی. میتونم با کلیک کردن روی آیکون برگردم به هوم اسکرین و حالا اگه بخوام برگردم روی همون پروژه لازم نیست دوباره اون پروژه رو انتخاب بکنم. اینجا از طریق این دکمه میتونم برگردم و محیط پروژم رو همچنان که باز بوده ببینم. اگر هم کارم با این پروژه تمام شد و تب هایی که اینجا هست رو دونه به دونه بستم و آخریش رو هم بستم، بازم برمیگردم به این هوم اسکرین. همچنین یه دکمه اینجا هست به عنوان نیو رویت هوم که یک هوم جدید از رویت رو میتونیم ببینیم اگر فعالش بکنیم، که صفحه هوم اسکرین ما یه خورده تغییر میکنه. ما میتونیم اینجا ریسنت فایل هامون رو به صورت مثلا لیست ببینیم یا به صورت این آیکون ها ببینیم و اونها رو میتونیم سورت بکنیم بر اساس اسمشون، تاریخی که اونا رو مودیفای کردیم و نوعشون. اگر کاربر قدیمی رویت هستید و با همون محیط قبلی راحت تر هستید میتونید این رو خاموش بکنید و برگردید به اون محیط یه مقدار قدیمی تر هوم اسکرین. همچنین بعد از مدتی که شما با رویت کار میکنید اینجا پر میشه از فایل هایی که اخیراً روشون کار کردید و ممکنه بخواید بعضی هاشون رو از اینجا پاک بکنید. این به این معنا نیست که اون فایل رو بخواید به طور کامل حذف کنید. قطعاً اون رو توی یک درایوی به صورت آرشیو ذخیره کردید، اما نمیخواید هر روز که رویت رو باز میکنید اسم اونا رو اینجا ببینید. برای اینکه بدونید چجوری میشه این فایل ها رو از اینجا حذف کرد میتونید این ویدیو رو ببینید. من دارم سعی میکنم یک دوره جامع و کامل از نرم افزار رویت رو با زبان خیلی ساده ضبط بکنم و در اختیارتون بذارم. بنابراین با لایک ها و کامنتاتون من رو تشویق بکنید، به من انگیزه بدید که زودتر و فشرده تر این کار رو به سرانجام برسونم و حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، این زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود شد از طریق نوتیفیکیشن متوجه بشید